تعطیل و تأخیر در استغفار نکنیم. حالا زمانی که دست ما به یک سیاهی آلوده میشه، آیا ما تا صبح تأخیر میکنیم؟ میگیم که آره دست ما آلوده است، فردا ایره میشیم. نه خیر، زمانی که دست ما آلوده به یک سیاهی شد، جامعه ما شد، دفعتا ما در جستجوی آب میشیم. آب پیدا به ها برسیم که ما پاک شویم، دستای ما پاک شود، جامعه ما پاک شود، یعنی نمازی شود، طاهر شود. زمانی که ما یک معصیت میکنیم، داغ و پلیتی گناه بالای قلب ما اثر میگذارند. پس استغفار است، توبه است که را پاک میسازد. وقتی یک معصیتی از تو سر میزنه، آن واحد استغفار بکو، توبه بکو، رجوع بازگشت به سوی الله رحمان بکو. ارای او توبه پذیر مهربان است. با تاسف که اکثریت مردم است که تمام عمر گناه و معصیت کردند، اما استغفار نمی کنند، اما توبه نمی کنند، اما رجوع و میلان به سوی خدا نمی کنند. از بس که اینها در طلسم نفس و شیطان اسیر شدند، هیچ رجوع و میلان و توبه به سوی الله رحمان نمی کنند. گناه سر گناه، گناه سر گناه، گناه سر گناه، مثل که چرک سر چرک سر جامه بیایه، بالاخره جامه را پوده ساخته از بین میبره. گناه سر گناه، گناه سر گناه، استغفار نه، توبه نه، گریه نه، صدقه نه، این گناه سر گناه، معصیت سر معصیت، این قلب از تاریک میکنه، ایمان فاسد میسازه، کرامت انسانی را از بین میبره، در نظر الله تبارک تعالی منفور میشی، دور میشی از نظر رحمت الله سبحان. پس وقتی که از تو معصیت سر میزنه، عاجل استغفار کو. چی دروغی هست، چی غیبت هست، چی سخنچینی هست، چی یک عمل شر جزوی هست، چی صغیره هست، چی گناهی کبیره هست. پس رجوع بازگشت کو به سوی خدا، عزم و تصمیم دیگه که دیگه همون به سوی گناه دیگه میلان و رجوع نکنیم. پس اینجاست که اگر توبه خالصانه کردی، خدای تبارک و تعالی با تو ای بنده اعلان دوستی داره. ان الله یحب التوابین، ارائین ما توبه کنندگان را دوست دارم، و یحب المتطهرین، و دوست دارم آنانی که از گناه پاکیزه شدن و از گناه خدا پاک نگه داشتن، اینها را میگم من خدا دوست دارم. بیبی که دوستی خدا وابسته بر توبه و استغفار است. اگر ما توبه و استغفار بکنیم، تمام معصیت و گناه از قلب ما پاک میشه. آن جناب صلی الله علیه و سلم میفرماید که ای مسلمانان، ای اهل ایمان، شما استغفار کنید که من روز 100 مرتبه استغفار میکنم. روز 100 مرتبه، با آنکه به اندازه یک ذره معصیت از وجود آن جناب سر نزدند، نه گناهی صغیره نه گناهی کبیره، معصوم بودند. چی بود؟ معصوم بود، در عصمت داشت، پاکیزه بود. خداوند تبارک و تعالی به دست بلا کیف خود او را عصمت و پاکی بخشیده بود. ما که عصمت نداریم، ما که طهارت نداریم، ما که خطاکار هستیم، ما که نفس داریم، شیطان در کمین ما هست، هوا و خواهش داریم. پس بر ما واجب نیست که استغفار کنیم؟ او که با آن عظمت و پاکی استغفار میکرد، تو چطور استغفار نمیکنی؟ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، بر ما کجا بزیبد دعوی بیگناهی؟ بر ما کجا بزیبد دعوای بیگناهی؟ برق عصیان بر آدم صفی زد. امروز از چشم ما ناخودآگاه گناه سر میزنه، از زبان ما صدا گناه سر میزنه، از ذهن ما گناه سر میزنه. اینمی که خیالات و افکار باطل در ذهن تو میآید، فکر و افکار گناه در مغز سرت میآید، چرت و اندیشه گناه، زنا، معصیت در ذهنت میآید. پس ذهنت متعفن و آلوده است، ذهنت طاهر و پاک نیست. وقتی که چشمت به سوی بی حیایی ها، به سوی چیزای مبتذل، به سوی تصاویر و فیلم ها نظر و نگاه میکنه، دیده های تو متعفن است، دیده های تو آلوده است. وقتی که زبانت به فحش و لا و لهب، بگم آی ناروا و نامشروع، این به آغشته می باشد، زبانت آلوده هست، دست ما پای ما آلوده شد. پس این به پاک شستشو نیاز داره برادر. از هر عضو در روز آخرت سوال میشه، از هر عضو صدا میبراید الیوم نختم علی افواههم، روزی که مهر بر زبان زده شود.
این بازار دنیاست که ما به زبان خود یک انسان سرش هم میگردانیم، فریب میتیم. در او بازار خداوند تبارک و تعالی اونجا جای زبان نیست. الیوم نختم علی افواههم، روزی که مور زده شود بر زبانت، و تکلمنا ایدیهم، و دستای ما گپ بزنن. خیر کدی هم گپ میزنه، به این معنا نیست که عمل شرط تنهایی بیان میکنن، عمل خیر و شرط بیان میکنن. هر عمل خیر شر که به واسطه این دست‌ها، این اعضا، این زبان، این گوش اجرا کردی، همه از این در یوم العشر شهادت میده. این افسانه نیست، این یک حقیقت واضح و مبرم است. و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، و پاها شهادت میده. و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، به آن چیزی که تو شب روز اجرا کردی عمل کردی. چرا غافل هستی؟ یک کمره امنیتی در یک سوپرمارکت بند با شکست، یک دانه سیب، یک دانه گوگرد، یک دانه چاکلیت از اونجا برداشته برده با خود نمیتونه، میبینه که کمره امنیتی را در تلویزیون ثبت کرده رویست. آیا نمیدانی که دو کمره خدا بالای ما هست؟ در شانه راست یک ملک، در شانه چپ دیگه ملک. الله تبارک و تعالی میفرماید کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. در خلوت با توی دو ملک نیست، در جلوت این ملک نیست، در بازار نیست، در خانه نیست، در سفر نیست، در حضر نیست، در مسجد نیست، در خانه نیست، هر جایی که تو هستی. الله الله، این دو ملک به حیث نماینده های خدا، به حیث کاتبین مکرم الهی نامه اعمالت ثبت و تحریر کرده است. همین چیزی که اینجا ثبت میشه، همین در یوم العشر به دستت داده میشه. اگر یا به دست راست یا به دست چپت داده میشه. چرا ما در غفلت باشیم؟ پاک کن آینه دل از غبار تا نماید عکس روی آن.